بیاره خانه خوش ما تو این موتر است که باشه؟ نمیفهمم که موتر است که خان صاحب ای وقت باید شما سر زمین هایتون باشه بیا که بریم نوقت میشه. سلام علیکم خان صاحب. علیکم سلام. ها خان داداشی کجا رو بودی؟ اینم اینجا. تو رو تبریک نگفتی؟ مبارک باشه. که موترت قریه ما رو نمودار ساختی خان صاحب. زنده باشی. موتر ترا از من است، از کل تار است. کجا روان هستی که برسانم تان کت موتر؟ جای دور نمیریم. این رسیدیم. زنده باشی. عارف تو رو بگم. چی میگی مادر؟ بچیم اگه سبقایت خلاص شده باشه یادت پیش ما بیا. خب مادر. چی میگفتی مادر؟ بچیم دیگونه ببین سکو ما اشتباه نکردیم. مرته؟ نه اشتباه نکردی. کار تکو. چرا خنده میکنی مادر؟ ایش بچه ماما تو پری؟ او پری؟ پری؟ او پری؟ 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 او پری؟ چو شدی بیا اینجا یه دفعه. سلام. چیزی میگفتی؟ بیبی که یک چیزی برسان بودم. میشه ده ببینم؟ چطور؟ خوشت آمد یا نه؟ خوشم خواهمد. اگه با جای ازی دین تعدام میکردی بیتر خود بود. دین چی ره؟ به نظر من دادن قرض بهتر از یاست. تو خزان هستی. در فکر چی چیزایی هستی؟ هیچ غم نخور. تا وقتی که کنار باشه هیچ چیزا برات بیارم که چیزا پیشش هیچ باشه و تو حیران بانی.
به نظر من دادن پول قرض بهتر از این است. زمان از او هم میرسه. تا حالا یک بار چوریا رو بپوش که من ببینم. این رقم میپوشم اما گپ من فراموش نشه. صحیح. عارف بچه اینه بخیر یکی دو روز بعد کار قانونم خلاص میشه. تو چقدر خوب هستی مادر. یک ذره در فکر خودم خوب باش. بچه زندگی ما با شماست. من که کار میکنم به خاطر خوشی خانواده و رضایت پدرتش. مادر کسی اگه مادر داشته باشه مثل تو. راست چاش شد کارو دیگه بس کن. سلام بابا، آمدی بخیر؟ مانده نباشی. آمده زمین ها رد کردیم زود نان تیار بکن پس میرم. خو اینا دستی کردم. بچه اینجا ماندیم ما. اینه بابا بام. بابا ما در سالمه که خواندم باز پیشت میایم. بچه همین که نان خوردیم و دعا کردیم تو باید کت بابید برو سر زمینا که زمینا رو بده. مردیتون درست میگی خیر. آره بچه سابقه که خواندی باز پیش ما بیا. ما ورد کردیم. ما هم رفتم نماز بخوانم اما تو با سر زمین هم میرم. برین بخیر برین.
شهلالا ببر خانسای رو بیدی سن بوتای کوکنار که سیل میکنه دلش باغ میشه خدا کنه که شیرینی زیاد گلوگیر نشه. چی گفتی؟ وقتی گلا غوزه کرد غوزایش پخته میشه. غوزایش که پخته شد نشتر زده میشه. نشتر که زده شد گلهای دل ما میشکفه. فریدون بیدم خانسای راستیان که چقدر خوش است. ما باز پولدار میشم. کسی که تمام چشمی نخواد کرد. صاحب آرگاه و بارگاه میشم. در منطقه کسی که تمام رقیب نخواد بود. زنده باشی، بخیر باشی. وقتی من گلای کوکنار را دیدم فهمیدم که شما زیاد زحمت کشیدید. اگه ما حاصل زیاد بگیرم و مفاد زیاد کنم مزد شما را دو چند میسازم. شهلالا بریم که خانسای پیش بریم پیش این گلای فریبنده آدم از راه میکشه. بد بخیر. چرا خنده بکنی؟ علت خنده ما وان که شبانه بیاید. اون شبانه آمد. شبانه؟ شبانه شبانه خوب قد کشیده. همین کالام در جنش بسیار خوب نمود میتنی؟ خدا میداره نصیب کی شوه. سلام دخترم. و علیکم السلام. امروز از ما خدا وقتر اومدین. ما وقت نامدیم، تو نه وقت آمدی، ما آب ضرورت داشتیم. خواه خنده تن از چه خاطر بود؟ خنده با سر خودت بود. سر من؟ سر من چطور؟ ما یک سوال داشتیم ازت. چه سوالی؟ دوام تن چی خوش کردین؟ امروز شما چی میگین؟ دیوانه خو نشدین؟ نه دیوانه نشدین. ما راست میگیم. دوامتون چی خوش کردین؟ نانا بادنجان رومی. مقصد ما اینا نبود شبانه. خیلی چی بود؟ مقصد ما از بوتای اسپند بود.
شما واقعا که دیوانه هستین. ما هیچ وقت دوام خود استند خوش نکردیم. نکردین؟ از این به بعد دوامتان استند خوش کنین. به خاطر چی؟ به خاطر خودت. مرا چی شده؟ نام خدا اف کویس یا دو. بسیار مقبول شدی. برو که برو. شبانه البته حالم دماغ گرفت. خوب شد که خوارت دیدی. خاطر جمع شد. راستی خیر ببینید. راستی که بی‌پروایی و دوا خوردن بدون مشوره دکتر آدم در جای میندازه. در خیالم که موتر ستارخان است. چطور؟ چی را سر میکنی؟ برو که بریم. بابی شبانه بیا که بریم یک دفعه پری و ستارخان تبریکی بگوییم. تبریکی چی را؟ تبریکی موترشانه. بریم که ناوقت میشه. که دیدیمش میگیمش حالا پیسه دار شده. یا نه بیا که بریم. از اینجا تا خانه ستارخان 2 قدم راه نیست. هرچی نباشه همخری ماست. باز خدا میفهمه که چی وقت بیکار شیم بیایم. بیا که بریم یک دفعه تبریکی بتیمشان. میرم در یک شب که گپ کشال نکنی و زود برایی. خود سعیز بیا. نه من خودم پوست میکنم. ایره ما با تو پوست کرده بودم. اگه نیمه که تو پوستشون میخوام. من اینو خوش کردم. من چیزای سرد خوش دارم. گوام تش باشه. چیز ترش به تو نقص نکنه. نه در این روزا خدا بیگاه که بازار میریم. بازار؟ بازار چی میکنی؟ بازار رفتن به خودت نقص میکنه. چیزی کار داری به شیلالا بگو، او همه چیز برات میاره. کار مردا چیز دیگه است، ضرورت زنا چیز دیگه. چرا واضح نمیگی؟ ضرورت زنا؟ تو هنوز نمیفهمی، چند وقت بعد باز میفهمی. خواه ای تو که هست بیا که میال بریم. خب که شاگل مشوره تا بگو. هرچی نباشه یک زن کلان است میفهمه. دیسی پیسام چرت نزن. هرچی مصرف میکنی مصرف بکن. فریق خود هستی؟ سلام علیکم. و علیکم خوش آمدین. سلام علیکم. بخیر هستین؟ خانده ما از رفیه میشیم که شما را در موتر دیدیم. راستی موترتون مبارک باشه. خدا قدمش نیکنه خان صاحب. زنده باشی. زنده باشی. ای تو فکر کنین که موتر از خود شماست. ما به همکاری های بسیار احترام دارم. اگر غیر موتر کدام کار دیگه هم باشه ما را از خود فکر کنین و ما صدا کنین. ما حتما در خدمت شماست. خان صاحب خیر ببینی. صفیه خور اول پا چطور است؟ شبانه جان خوب است؟ شکر زنده باشی خوار جان. ما هم با اجازه تان میریم که ناوقت شده. بابی شبانه هم سرزمین خود میره. خان صاحب با اجازه ما میریم. بازم محترت مبارک باشه. خدا نشون مبارک کنه. بنده باشی.
کار و خدمت باشه سرما صدا کو. من از خودت هستم. زنده باش صفیه خور. من غیر از شما کیه دارم. حتما پیش نفر روان میکنم. خب خیر ای تو کس من حال میرم. با امان خدا. خوش آمدی. زنده باش. دل آقا بدر چی چرت میزنی؟ خیرت خواه است. کدام مشکلی خبرت پیش نامده؟ از مشکلات خود نپرس بیاده. یه وقتا مشکل سر مشکل آمده. چی مشکل است؟ مشکل تا ماما بگو. خان صاحب دیروزا یک اندازه پول ضرورت دارم. شرط نزن. بیادرت در خدمت است. ما یک تخت قالین زیر کار داریم. یمی روزا بافتش خلاص میشه. اگر پول نقد داده نتانستیم بازم قالین برات میارم. هیچ فرق نمیکنه. وقت قالین تکمیل شد پولش در بدل قرض ما معامله میکنیم. دم وقت 130,000 است. چاره کارت میشه. اگه بازم چیز ضرورت شد باز بیا ما در خدمت است. خیر ببینی خان صاحب، اما تو که گفتی قالین تمام شد صفا و ستره برات میارمش. هر وقت حضرت خان صاحب موتر چالان است بیا که بریم. سایز چه لالا بریم. چو شدی شیرالا؟ این آمدم خان صاحب. بلا داره یا باشه که بگویی یک وزر گرفتانه میتونی؟ ای خو از گپ هم نیست. همین تو که اینجا تنبل است درس سبقم بلا زدیش. درس سبق از یک آدم است که در قریه جوره نداره. اوه کی است؟ بگو برش نه. کسی را که من میگم او دختر نیست بچه است. بچه که است نام نداره؟ شما مرکه ماندن که من بگویم میگم براتان. چرا خود ساختی؟ بگو نه نامشو بگو. میگم برات نامش عارف است. بچه خاله شاگل بسیار بچه لایق است. راستی هم ده پالویی که لایق است بد گفتنی هم نیست. گپ کم کنین کوزایتان عرف پر کنین بریم که باز وقت میشه. بخی آفرین آفرین خیر خیر من کمکت میکنم. بخی اوگور خو نشدی؟ بخی خیر است. خیر یا تو اوگور نشدی؟ خیر است آفرین. خیر خوب میشه گپ نه. نه شبانه جان خانه که رفتی یک کمک ورنه مکاو کنیش شاید ضرب دیده باشه. برو خانه خوب تشویش نکنی خوب میشه بخیر.
پناهید به خدا. کشت ماد سلام. میشنم. وقت طلا است. ارزش طلا پول است. وقت معامله پولی در وقت و زمانش اجرا نشد ارزش طلا پایین. درست است. خان صاحب این کدام آتم بیتیست که قیشا رویده؟ شیر لالا یه معامله دارم است که من ازش قرضدار هستم. نامش ملک ظاهر است. خوب ملک ظاهر قرضدار وام ده معامله کوکنار. ستار خان قرض ما در وقت زمانش نرسید. ملک ظاهر پیسه قرضت در کشت کوکنار بند شده. خیر غصه نکن، قرضت میرسم. معامله را وقت زمانش گفته. ستار خان یک چند روز دیگه مهلت داد. اگه قرض که مفادش ناوردی باز ما و تو دیگر رقم محاسبه میکنیم.
آقا آقا چطور هستی؟ چطور هستی لالا غفور؟ بشی چرا قطعه کردی یا بیدن؟ اینا آمدم پیشت. یکی خمار هستیم لالا غفور. جان لالای شما را هیچ وقت فراموش نمیکنه، چرا که شما جوانا سرمایه ماسته. آودیم برای دمشا نخون برای تا آوردی تالش میتی بکشش. نه پوری اولش از خودت. بله لالا غفور که بیتی بگم. میتومت از خودت است. این پوری از خودت. صبر داشته باش، حوصله کن. میتومت مگر دیگهش از دیگه جوانا میفهمانمت. این از خودت است، اما این دیگهشه. این دیگهشه برای دیگه جوانا باید برسانی. دگه پایم خو رسیدی، ای از خودت. بیام از دیگه جوانا که باید برشان توضیح کنی، پیسیشان نقد بگیری، که نداشت قرض بتشانه، که باز هیچ رقم هم نشد. از خانهشان، از پدر، از جیب بابا میتونن که دوزی کنن. بیا مگر فکرت باشه که تاوانی نشی. فهمیدی؟ باشه لالا غفور. در جیبت کن. من رفتم که دیگر رفاه باز برسانم برای. برو خدا یاره دیگه برو. درخت غم به جانب کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یک دیگر بدانیم، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. عزیزان قدر یک دیگر بدانیم، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. مادر چقدر خوب میخونی. بچه خوب شد که آمدی، اگر نه در تنهایی دلم بسیار تنگ شده بود. مادر دمی روزا دل مام هیچ بچه آره چشمت کجا را کشیده؟ هیچ چیزی نیست. بچه پیشترک هم میگفتی که دلم میشه که کدام جای دلت بند شده باشه. چهرت برای من میگه که کدام چیز را از من پت میکنی، مثل که دلت کدام جایی بند شده. چطور؟ آها. مادر دلم میگه. دلت چی میگه؟ خود دیگه نه که دل عارف مرا کسی برده. اما تو فکر کو. خب او دلبره که دلت برده نام داره یا نه؟ نام داره، یک نام خوب.
او کی هست؟ او شبانه است، دختر کاکا سرور. انتخابت خوشم آمد. خدا خوب کنه. مگم چی مادر؟ بچیم این گپا رو بان به من. مادرت زنده باشه من تو رو به آرزویت میرسانم. بریم. ما میرم. سودای که روز که تشاغل گرفتی دیگه چیز کار نداری که برات بیارم. حضرت دیشب تا صبح خواب نشد. چرا؟ چی شدید؟ تو چرا طول به من نگفتی؟ خب خیره با برات دوای مسکن میارم که بسیار زود خوب شوی. زینی من دوا نمیخورم. بک پیش دکتر ببرمت. نه گفتم اینا قیچی برات بیارم که آرام شوی. من خسته والا بگو که درد مرداری ها گرام میکنم. روزانه قریاب میگن که درد دریا گرام میسده. تمام دردها رو گم میکنم. دریا دریا بری ما 100 دفعه گفتم برات که خوردن تریاک بس کن. خوردن تریاک هم به تو و هم به طفلت نقص میرسونه. میگفتم خوردن تریاکی ضرر نداره. آدم آرام میشه بابا. شلالا او شلالا شلالا. بله خان صاحب بله. یادت باشه که سر زمینای تریاک رفتیم. خب بیخانا رو بگیم که تریاک بیاره. چرا؟ بیاریم که پری بخوره دردش گم شد. خب بچه این شوقی بوته کوکنار دی بوته سیاه این دخواه نظاره هم گره عاقبت بخیر. سوا نخور یادت نره ما که تنیفه خور خانشون به دست خواندن میرم. خورک شیرینیم برو. حنیفه به گپ ریحانه خو رسیدی؟ شبانه چقدر گفتی اگر ریحانه خوار توست خوار مام است نه؟
پیغام باش قرمه گرفته خانه پس میاد. خدا سلام شبانه. عارف؟ خدا کنه کسی ما رو در اینجا نبینه. بی غم باش. ما 4 دوباره متوجه استم. ما گپ خوشی برات دارم. چطور؟ ما گپ دوستی خودم آره و مادرم گفتم. مادرت چی گفت؟ رضایت نشان داد یا نه؟ وقتی که از تو نام بردم مادرم بسیار خوش شد و اضافه کرد که شبانه در بین دخترای قریه جوره نداره. مثل که خودت در بین بچه های قریه بیجوره هستی. فکرت باشه که مادرم خواستگاریمه. ها مگم پدرم. مگم پدرت چی؟ پدرم علاقه داره که مرا به یک بچه پولدار بته. خیر، خدا مهربان است که روزگار ما خوب شوه. این روز به هیچ کس نمیمونه. بریم دیگه زیاد گپ زدیم. صحیح است. مگم هم یک کلام از بیدل صاحب به یادم آمد. برات میگم باز برو. بیابان است عشق ای دل که پیدا نیست پایانش. به منزل کی رسی تا گم نگردی در بیابانش. شاعر واقعا عاشقانه فکر کرده. خدا شبانه جان، برای دلخوشی ما وقتی از ما دور میشی اما تو بخند و اگر میتونی بیت خوانده برو تا روح روانه ما با خود داشته باشی. آن ای خود صبا به صبا میفرستم. بنگر که از کجا و کجا میفرستم. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل. میگویم از دعا و ثنا میفرستم. ای غایب از نظر، ای غایب از نظر، به خدا می سپارم. جانم بسوختی و به دل دوست می‌دارم. گلون خوش شده. حق گلون زار ولی تاخ شده. خو گلون خشکی بکنه. شلالا شلالا. چی؟ پری بیبی؟ صداش اینجا؟ خان رفت شلالا. شلالا رفت پشت خان. شلالا از خانه تا به اینجا آمدم. بخی مانده شدم. شلالا
لالا. بله پری جان. حال خوب شد. تو بالا دال قصد کشتن نکردین چی بلا؟ خدا نکنه پری جان. آقامش کن. آوردی یا نه؟ چطور ناوردی؟ یه نه بگی بریم قلا بریم از دیگه. خود تو برو. من میایم. برو. تو کوره زیر زبانت کدی؟ یک روز نشه که تو رو زیر خاک کنه. خوب مادر. مادر جان سرت چرا بسته کردی؟ سرمو بسته کردیم بچیم. کمک درد میکنه. بسیار بازو میزخته. خیر است. یک دقیقه خوشم خوب میشه بچیم. مادر بخینی تابلت که چای بخو جور تیار میشی. بیک مادر. نه بچه. دوای بدون مشوره دکتر خوب نیست. گفتمت که یک چند دقیقه خواب شم خوب میشم جان مادر. تشویش نکن. مادر جان چای میخوردی؟ بس بچه. مادر چی میگی بچه؟ مادر مادر جان خانه شبانیشان رفته بودی یا نه؟ بچه من در چیار هستم و تو چی فکر هستی؟ بیبی بچم که کی هست؟ سلام خاله شاگرد. سلام خاله پری. علیکم پری جان. خوش آمدی. چطور هستی؟ خوب نیستم خورک. سرم بسیار درد میکنه. چی حال داری دیگه؟ خوب هستم خور جان. هستی؟ چطور هستی دیگه؟ خوب هستم خور جان. وی بچه این چای یخ است. ببر دستم ماد دیگه و جوش از چای تازه بر پری جان دم کن. نه خیر است ما دیستی کردیم. برو بچه ببر. چای میارم. پری جان از شب فتر از سرم درد میکنه. ات سر درد هستم که این شق قایم کتش درد میکنه. تو که هست باشه باید کم دوا میتونم. خود سر درد هستی؟ حالا باید دوا میتونم. این یک تا یک تریاک است. برابر نیم نخود است. این را بخوری تمام جان آرام میکنه. آرام قرار خواه میشی. بگی بخون. نه من بدون مشوره دکتر دوا نمیخورم.
تریاک خوبان